خیلی وقتا از سیر ترشی میشنویم، ولی اصلا فکر کردید از کجا اومده؟ بریم به دل تاریخ ایران، جایی که مردم برای نگهداری مواد غذایی از سرکه استفاده میکردن. سیر ترشی یکی از همون چیزهایی بوده که قرنهاست تو سفره‌های ایرانی جا داره. واج، اینجا هم ابوعلی سینا رو داریم. این معجون طبیعت است، خوشمزه، گوارا و معجزه آساست. در دوران صفویه و قاجار هم سیر ترشی در مهمانی ها به عنوان یک چاشنی خوشمزه سرو می شد. سیر ترشی بیاورید که اصالت داشته باشد. امروزه برای اینکه تمام این ویژگی ها رو با سهولت بالا و کیفیت عالی داشته باشید، این محصول به صورت انبوه تولید و عرضه می شود. با سیر ترشی اصالت وسعت تاریخ رو مزه کن.